برکت در نام پرقدرت عیسی مسیح. درود بر همه شما در نام عیسی مسیح. بیایید امروز به کلام خدا پیدایش 1:26 نگاهی بیاندازیم. کلام میگه که خدا انسان رو به صورت و شبیه خود آفرید. ای عزیزان، وقتی خدا خلقت رو آفرید، هر چیزی رو در محیط خاص خودش قرار داد. همونطور که خدا ماهی رو در آب قرار داد، همونطور که خدا گیاهان رو در زمین قرار داد. اگر ماهی رو از آب جدا کنیم ماهی میمیره. به همین ترتیب اگر گیاهان رو از زمین بیرون بیاریم گیاهان پژمرده میشن، میمیرن و از بین میرن. به همین شکل وقتی خدا انسان را آفرید او را به صورت و شبیه خود آفرید و در حضور خیش قرار داد. وقتی انسان از خدا جدا میشه، وقتی انسان از حضور خدا جدا میشه، انسان با مرگ گناه میمیره. و این آیه به ما میگه که چرا خدا انسان را اینقدر دوست دارد. این آیه نشون میده چرا انسان برای خدا آنقدر ارزشمند است که پسر یگانش را برای او قربانی کرد. زیرا من و تو به صورت هیچ شکل معمولی و نه به صورت هیچ شخص معمولی آفریده نشده ایم، بلکه به صورت آن وجود الهی آفریده شده ایم که زیباترین چهره در این جهان است. ای عزیز، امروز تو نیاز داری که درباره محبت خدا بدانی. امروز تو نیاز داری که حضور او رو به زندگی دعوت کنی. امروز تو نیاز داری که کاملا اقتداری رو که از طریق عیسی مسیح به تو و من داده شده است بپذیری تا بر مارها و عقرب‌ها پا بگذاری و بر تمام قدرت دشمن غلبه کنی. آیا امروز کاملا با خدا در ارتباط هستی؟ آیا امروز کاملا برای پادشاهی او آماده هستی؟ آیا مردم امروز واقعا قادرن شخصیت خدا رو از طریق اعمال و کلام تو ببینن و بشناسن؟ آیا امروز بهتر از دیروز نماینده خدا هستی؟ لحظه‌ای درنگ کن و به این عشق بی قید و شرط که برایت جاری است بینندیش. عشقی که همه چیز رو دگرگون میکنه. خداوند به همه شما برکت داده‌اند. روز عالی داشته باشید و در هر کاری که میکنید پر برکت بمانید.